با سلام. همونطور که ملاحظه میکنید ما حاضر شدیم برای آزمایش BLDC هاب موتور که همراه با یه ولتمتر، اونجور که ملاحظه میکنید حدود 115 ولته. این منبع تغذیه کوچیک برای راه اندازی برده و در اینجا برد آزمایشی راه انداز موتور BLDC 3 فاز رو داریم. این کابل هال سنسور یا همان روتور پوزیشن سنسور و اینها کابلای فازای ماست که UVW همونجور که در اصطلاح گفته میشه و این دو ترانس به صورت سری وصل شدن به هم دیگه که ما بتونیم سیستممون رو راه اندازی بکنیم. موتور با دور خیلی پایین شروع میکنه به کار کرد. اونجور که میبینید جریانی که مصرف میکنه به افت ولتاژی که میبینید و همینجوری با بالا بردن این ولوم دور موتور تغییر میکنه. البته قابل ذکره که این نوع موتورها بای دایرکشنال هستن و میتونن در دو جهت کار کنن. هرچی ما ولوم رو میزانش رو کم میکنیم دور موتور همینجوری کم و کمتر میشه تا به کمترین حد خودش برسه. و این موتورها قادرن با پایین ترین میزان جریان که واردشون میشه کار بکنن. حالا اگر بخوایم جهتش رو عوض بکنیم با این کلید میتونیم این کار رو انجام بدیم. ملاحظه بفرمایید. حالا در جهت عکس عقرب ساعت میچرخه.